دیگه پیتزا رو تکراری درست نکن. امروز میخوام یه سس دستساز بهت یاد بدم که طعم پیتزاهاتو از این رو به اون رو میکنه. برای درست کردنش فقط کافیه که گوجه‌هاتو از وسط ببری، به همراه چند تا حبه سیر داخل تابه بذاری، یه کمی که بپزه پوست گوجه‌ها به راحتی ازش جدا میشه. به کمک یه چنگال همه رو با هم پوره کن، بهش نمک و فلفل سیاه و ادویه رو اضافه کن و حالا میرسیم به قسمت جذاب ماجرا که یه قاشق پنیر خامه یا جعفری تازه به این سس اضافه کنی. یه سس دستساز بی‌نظیر. من همیشه برای پیتزای مرغ و قارچ به جای که مرغ و آب پس کنم این مدلی سرخش میکنم. اینطوری طعمش توی پیتزا عالی میشه. آموزش خمیر این پیتزا رو چون که کلی نکته داره و دوست دارم همیشه آموزشام کامل باشه، به طور کامل توی هایلایت خمیر پیتزا گذاشتم با تمام نکاتش و حتی نحوه پهن کردنش داخل سینی فر. از اونجا میتونید نگاه کنید. سوسی که درست کرده بودیم بعد از اینکه کامل خنک شد یک لایه روی سطح پیتزا میزنیم، یک لایه روش پنیر میریزیم. من دیگه روی پیتزا پنیر نمیزنم، فقط همین یک لایه که زیر گذاشتیم کافیه. مرغایی که نواری برش دادیم. اگه میخواید قارچتون توی پیتزا آب نندازه، نکته که توی کپشن نوشتم و حتما بهش دقت کنید. و برای گرفتن بهترین نتیجه پیتزا رو توی تایم کوتاه و درجه حرارت خیلی زیاد بپزید. این پیتزا رو حتما درست کنید، بهتون قول میدم که عاشقش میشید.